آب نداریم یه کافی بخوریم. همین الان رسیدیم. یه کافی من درست کنم بیام بشینم، میخوام ماجرای باند عقرب رو برای شما تعریف کنم. حاجی همین الان رفت برای صبونه، چون حاجی نخورده بود غذا تو هواپیما. بذار ببینم این کافی خارکسته چی شد یه دقیقه. بچه‌ها شما یه مقدار آمریکا رو نگاه کنین تا من یه کافی درست کنم. بچه‌ها اون خونه ریانا و پسرش رضا اینا خونجان یه موقع با رضا کار دارین. اینو به شما نشون بدم تا کافی درست شه. شما بود الان اینجا بودین. آخ اینجا بودین دنبال کس میدویدین. آقا این خارکسته رو داری که هالیوودو ساین هالیوودو. وای آیسی باید بره اونجا خودشو پرت کنه پایین. کافی خارکسته ریخت کنه. پر شد. ای وای وایسا ای وای کسکش وایسا خارکسته وایسا بابا وایسا دیگه کسکش. بعد این حالت شد کلاه من. چه کافی لبسوزی برای خودم درست کردم حال کنید. باید بزنم به سیبیل گیر کنه این حالت. آقا خب یه نیم ساعت لایو میذاریم، بعد میخوام برم چون میگم حاجی رفته صبحونه بخوره، منم میخوام راه بیفتم برم. گفتم دیگه قول دادم یه لایو بذارم. ما در سن من که کمتر بود حاجی. من میدونی که اصلا دیشب نخوابیدم دیگه، یعنی چیزی آفتاب میزنه خاره چشم رو گاهی داجی. آقا پول تو لایو نزنین پول نزنین تو لایو جان هر کی دوست دارین. من احتیاج ندارم الان، فعلا احتیاج ندارم. ما بچه که بودیم، بدیم حالا داستان رو برای شما سریع تعریف کنم. من بچه که بودم خب نیز قدیر طلاق گرفته بود و مثلا من 2-3 ماهگی بودم قدیر طلاق گرفته بود و اینا. بعد سیستم یه جوری بود مثلا چه میدونم یه ما 20 روز خونه این عمه بودید، 10 روز خونه نمیدونم دختر عموی پدرت بودی، 3 روز خونه بودیم دیگه. بودیم که خارکسته فقط بگذره دیگه. گرفتی چوری شد. عرض به خدمت شریف شما ما یه شهرکی بود بشه کنن شهرک نمک آبرود که هنوزم هست. دختر عموی پدر من اونجا زندگی میکرد که 3 تا پسر داشت و اینا. یه پسر بزرگش آقا مسعود که فوت کرد و 2 تا دیگه مهران و مرتضی هستن هنوز شمال زندگی میکنن. ما همیشه من همیشه آخر هفته ها میرفتم خونه اینا. مدرسه که تمام میشد مثلا من بودم کلاس اول دوم راهنمایی، من میرفتم خونه اینا. حالا این کیرخه رو ببینین چی شد اینجا. یه روز نشسته بودیم دیگه، اسم نمیبرم با کیا بودم دیگه، چون این بچه من خودم اینجا هم نمیخوام این موقع داستانی بشه فلان اینا برای اون رفقای من که اونجا. یه روز غروب دم بود. بعد این ویلاهای شهرک نمک آبرود، این صحبت 20 سال پیشه، ویلاهای شهرک نمک آبرود وقتی مسافرهای چه میدونم تهرونی اصفهانی اینا می اومدن این خونه ها رو اجاره میدادن. گرفتی چی شد؟ در از شهرک فرهنگیان بود، مال این معلمایی بود که تو شمال بهشون ویلا دادن و قصی فروختن دیگه. چه میدونم گاییدیم منو دیگه. ای بابا خونه فروختن اینا اجاره میدادن. حالا هیچی. بعد ما دوست داشتیم وقتی که این تهرانی ها می اومدن
کفش مفشای باحال داشتن اینا رو من مسئول اون بودم، من بلند میکردم اون کفشا رو. سن منم کم بود دیگه، 14 15 سال بودم. شانس کیری امام یه دونه کسکشم به پای ما کسکش نمیخورد، یا بزرگتر بود یا کوچیک‌تر. گرفتی چی شد؟ هیچی. یه روز غروب نشسته بودیم و اینا، گفتم که فلانی، گفت چیه؟ گفتم باید یه باند تشکیل بدیم ما. گفت باند چی؟ گفتم عقربی، چه میدونم، کروکودیلی. بعد گفت که همین من و تو. گفتم نه، یه رفیق دیگه داشتیم همسایه همین فامیل ما بود، این 2 تا خانوم برتر بود. اون بدبخت کمپارم داره، اونم اصلا خبرش الان 20 سال من ندارم. اون که داشت رد میشد بهش گفتیم فلانی. گفت چیه؟ گفتم ما داریم یه باند تشکیل میدیم. کونکش میخوای بیای تو باند یا نه؟ گفت میخواین چیکار بکنین؟ گفتم دزدی دیگه، کس که چیکار میخواین بکنیم سن 14 سالگی؟ کار دیگه دست ما بر نمیاد. گفت آقا باشه. بعد من دست رو گذاشتم و یکی گذاشت اینجا و یه دست دیگه هم اومد روش و آماده برای من زنگ میزنن. ای من دهنتون، آقا دهن اون کس رو گاییدم که به من داره زنگ میزنه. عجب خرید. هیچی. باند رو تشکیل دادیم و اینا. بعد من یه جورایی هر کی هم این تیم 3 نفر ما، اون یکی فکر میکرد که رئیس پیش خودش، ولی هیچکی به روی خودمونم نمی آوردیم. فکر میکنم، حالا میگم من چون صحبت میکنم داداشی ها نگاه نمیکنم کی تو لایو هست نیست، چون اگه نگاه بکنم این از سایکولوژیم خارج میشه، نمیتونم صحبت بکنم. چون من فلبدای کس میگم نمیتونم صحبت بکنم. هیچی. آقا شب اول اومدیم گفتیم خب چیکار کنیم آجی. شب اول همیشه هم تابستونا من بیشتر اونجا بودم، مدرسه تعطیل بود، من اونجا بودم. شب اول آقا رفتیم یه دور زدیم و یه 2-3 تا کفش زدیم. بعد یکی کشیک میداد، یکی میپرید تو، یکی دیگه هم در نقش فانوسدار بود دیگه، فقط اونجا بود. شب اول یه کفش زدیم و فرداش داشتیم فوتبال بازی میکردیم تو کوچه. دیدیم حاجی یه از این لنگکروزای شیشه دودی اومد رفت خونه یکی از دوستامون، اونجا رو اجاره کرده بود. یعنی مامان اون که الان مریض، خداوند شفا بهش بده، مامان اون خونه رو اجاره داده بود. حالا اون کی بود؟ سفیر نمیدونم اردن اومده بود در شهرک نمک‌آبرود. ما هم یه 4 تا بچه 14-15 ساله. بعد این دور و بر نگاه کردم و اینا، گفتم آقایون باند عقرب. گفت چیه؟ گفتم فکر نمی کنین که کفش مفش دوزی عاقبتی نداره؟ خیلی گفتم خب چیکار کنیم؟ من بودم فکر کنم 14 سال، یکیشون بود 15 سال، یکی بود 16 سال. گرفتی چی شد؟ بعد گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم آقا بیا همین بیرون کشیک بدیم، این خارکستا اگر رفتم بیرون بریم تو خونه اینا بریم. اصلا باورتون هم نمیشه، نه واسه پول میرفتیم نه واسه هیچ، ما الکی دیگه فاز داشتیم فقط میرفتیم. گرفتی چی شد؟ هیچ. آقا ما رفتیم جلوی خونه، اصلا بساط فوتبال جمع کردیم رفتیم جلوی اون خونه، هی بازی کن و پایین کن و بالا کن و پایین کن. هلوش ساعت 6-7 غروب ما دیدیم که آقا این لنگکروز شیشه دودی با یه دونه مثلا مثل محافظ مانندم یه ماشین دیگه پشت سرشو، اینا قطاری رفتن که حالا چه میدونم شام بخورن چی کار بکنن. ما تو اون خونه همش رفت آمد داشتیم. خونه رفیق ما بود، ولی رفیق ما خانواده‌اش، رفیق ما مثلا چند سالش بود؟ 14-15 سالش بود دیگه. گرفتی چی شد؟ رفیق ما خونه شما میرفتیم اون موقع، اصلا آقایون کسایی که شمال باشن میدونن، شمال مثل شهرک‌های درست حسابی اجاره میدن خونه رو دیگه، یه درآمدی هم میشه به خانواده‌ها اجاره میدن. بعد آقایی که شما باشی بودم ای داد بیداد چیکار کنیم؟ بعد من برگشتم گفت این رفیق من گفت آقا در جلو قفله. گفتم کسخل یادت نیست در پشت همیشه باز بود، ما از اونجا میرفتیم میومدیم پیش مثلا رفیقمون. آقا بریم. آقا ما رفتیم تو خونه و
حالا استرس، تو اونور نگاه کن، من اینور رو نگاه کن، هی چیکار کنیم فلان کنیم بریم. من در یخچال رو وا کردم، از این ودکاهای اسکلتی مشکی قوطی، صحبت 20 سال پیشه. بودم فلانی بیایم مشروب یه دونه رو وا کردیم خوردیم، حالا خارش رو گاییدم، یه ذره کلمونم مس کرد. حالا کسگیجه کیفو وا کن، شورت مرده رو بیار بالا کچ کن، نمیدونم آخر سر دیدیم چیزی نیست، خارکوسه چیز زینتی. گفتم فلانی گفت چیه؟ گفتم این نمیدونم دوربین فیلم برداری بود، نمیدونم چی بود، ما اینو ورداشتیم. من کسکش گردن شکسته نمیدونستم که مادر این رفیق من که خونه رو اجاره داده در جریان تشکیل باند اغرب ما بوده است که ما این کفشا رو هر شب میریم بلند میکنیم، فردا صبح تهرانی‌ها پا برهنه همه میومدن آقا کفش خارکوسه کجاست؟ گرفتی؟ کفش هم چیکار میکردن؟ کفش رو تابستون نمیپوشیدن، کفش رو زمستونا میپوشیدن که تهرانی‌ها برگشته بودن خونه‌شون، چون وگرنه اگه تابستون میپوشیدن که این کیرخر راه میرفتن میگفتن مامان این کفش من پای خارکوسه است که، فهمیدی؟ آقا ما اون رو دزدی کردیم و دزدی چی حالا؟ چند تا دونه فیلم ویدیو با یه دوربین فیلم برداری. ولی در جریان باشین دوربین فیلم برداری رو شما 20 سال پیش در ایران دست اگر بود، انگار ایلان ماسک با این موشکی که میخواد هوا کنه رو مثلا توی تجریش دستگیر کردین، انقدر چیز بزرگی بود. شب تموم شد و ما دیگه آماده شدیم برای سرقت بزرگتر دیگه. آقا ساعت شد ساعت 9 صبح. بعد حالا مثلا فکر میکردیم خیلی خفنیم که رفتیم خونه مثلا یه دونه سیاه‌پوست رو زدیم، خارجی بود مثلا. فردا شد ساعت 8:30 صبح. من از خونه این فامیلمون، این خونه فامیل ما که تابستونا میرفتم اینجا بود، این خونه که ازش دزدی کرده بودیم اینجا بود، گرفتی چی شد؟ اون خونه اون یکی رفیق ما که جزء باند اغرب بود اینجا بود، یعنی این خونه بغل هم بود، این روبرو بود. آقا ساعت شد 8:30 صبح و ما اومدیم بیرون یه دور بزنیم. بعد ما از مادر این رفیقمون که خونه رو اجاره داده بود همه مثل سگ میترسیدیم، گرفتی چی شد؟ آقایی که تو باشی ما صبح اومدیم بیرون. حالا دیگه از اینجا بچه ها ماجرا شروع میشه. نگاه کنید ما اومدیم بیرون و من حالا بچه لاغر قد تا اینجا، من همینجوری مثلا رو چمن کسبازی مثلا حواسم نیست، گرفتی؟ الکی مثلا میزدم رو چمن و من حواسم نیست دارم چیکار میکنم و فلان و اینا. یک دفعه دیدم حاجی صدا میاد، یکی اینجوری میکنه هی آیسان. من حالا مثلا انگار کرم مثلا خارکوسه نشدم که من کار داره. آیسان برگشتم بودم بله. آقا گفتم بله، سر رو برگردوندم دیدم مادر رفیق منه، نگو اون مسافرها که ما نمیدونستیم سفیر اردن در ایران هستش، زنگ زده به پلیس هم زنگ زدن فرمانده نمیدونم چیشی توی تهران، چون سفارتچی بودن اینا. ببین چه کیر خری شد آقا. این صدا کرد آیسان منو داری آقا. فرار. اون موقع موبایل هم نبود که. اومدم آقا پشت باغ، اومدم خونه به این پسر فامیلمون گفتم فلانی. گفت چیه؟ گفتم فرار کن که باند اغرب بگیر رفت سر 4 تا فیلم ویدیو کسکش، نمیدونیم توش مثلا چی هست. گفت یعنی چی؟ گفتم خانم فلانی منو صدا کرد، من برگشتم دیدم پلیس هم اونجاست. آقا همین در عین صحبت بودیم دیدم همینجور پلیس که داره میاد، نه یکی، نه 2 تا، نه 3 تا، نه 5 تا، نه 10 تا.
لنکروز بود که از چپ و راست همینجوری. آقا اینا نمیدونستن این که باند اغرب خارکس صاحب 4 تا بچه 14-15 سالن، تازه اینا رو از جغ جدا کردن. اصلا قصد چیزی ما نداشتیم، نیت چیزی ما نداشتیم. آقا چی شد؟ خارشو من گاییدم. آقا ما رو گرفتن و همین که ما رو گرفتن بکنن سوار ماشین، گفتم آقا یکی دیگه هم بود بابا. من چیکار کردم؟ سریع اونو فروختم. گرفتی شد؟ من که اصلا نمیدونستم چیه که. بعد من تا اون موقع فکر میکردم قدیر خیلی آدمه مثلا قدرتمندیه در شمال ایران. ما رو گرفتن و سوار کردن 3 نفر آدم. حالا ما جلو انگار که عبدالمالک ریگی رو گرفتن. 20 تا لنگرود هم پشت سر ما، 3 تا بچه 14-15 ساله. آقا ما رو گرفتن و بردن آگاهی چالوس. حالا ما نه ما رو گرفتن بردن کلانتری چالوس تو بازداشتگاه. ما رفتیم تو بازداشتگاه و دیدیم کلی آدمای دیگه هستن و شهر چالوس کوچیکه دیگه. بعد هم من و قدیر رو میشناختن که حالا ما بچگی ول بودیم و همش دنبال کسبازی و فلان اینا. شهر خیلی کوچیکه، خیلی شهر چالوس کوچیکه. اونایی که با هم دیگه آیسان، اونایی که هم تو بازداشت بودن، اینجا چیکار میکنی؟ حالا ما رومون نمیشد بگیم ما دزدی کردیم. من خارکس اسم پدر بزرگی که تو بوینگ 748 هم نمیرسه، کیر تو کس خار دزدی کسکش. اصلا دزدی کردی. حالا دیگه نمیدونست که من حالا دوست داشتم باند اغرب و سری بیارم وسط، جور در میومد. آقا ما یه روز کامل اونجا بودیم. از قضا آقای قدیر خان هم نبود و پدر فامیل ما که ما خونهشون بودیم، شوهر دخترعموی قدیر، اون بیچاره هم یه آدم خیلی ساده ای بود. یعنی اصلا تو عمرش اصلا تو کلانتری نرفته بود. این اومد از پشت حفاظ میله ما رو نگاه کرد و فهمید که تمام خارکس بازی ها زیر سر منه. ای کثافت گوه، تو بچه های همه رو خراب میکنی و فلان و اینا. منم دیگه حرف ندادم دیگه. من فکر میکردم خیلی خفنم. حالا نگو که من یعنی میدونی که اگر اون روز منو آزاد میکردن من میشدم بزرگترین دوز خونه دوز ایران. آقا اینا ما رو بیرون کردن و این یارو رفت و شب شد. یه شب اول خوابیدیم بودیم، خب حالا فردا میایم بیرون دیگه. آقا دیدیم نگو تک تک دارن ما رو میبرن. از استان نامه زدیم به استانهای فلان، سفیر نمیدونم فلان. این آقا رفت تو مایه های تروریست و خارکس بازی و اینا خونه سفیر رفتن و انگار تو خاک اون کشور رفتن. آقا کیر تو کس خارد، خاک کدوم کسکش کشور؟ ما این خونه رفیق ماست، یه بار اجاره داد، ما رفتیم خارکسه دزدی کوچیک بکنیم. ما کسمشنگ اگه مست می‌کردیم در پنجره رو می‌بستیم که یارو دنبال فیلم نمیومد خارکس. معلومه فیلم چی بود اصلا که. حالا فیلم شعله بود کسکش هندی قدیمی دست اینا بود چی بود. فردا شد و اسلامی فلانی بیایم بیرون. بله ما گفتیم آقا این خارکس‌ها سال مال از ما نکردن، ببرن تو اتاق بازجویی فلان، مثل فیلم ها. اسلامی فلانی بله. خب میریم آگاهی. الان من حالا نمیدونستم آگاهی کجاست که. گفتم خب پس ای والله دیگه عالی شد دیگه، میریم اونجا. هم میریم دستو بیار جلو. دستبند زدن و یادم نیست دروغ بگم پشت زدن جلو زدن بچه. نه دست منو با دست یه سرباز دستبند زدن. دست اون 2 تا رفیقای کسخل منم اونا رو به هم دیگه دستبند زدن. اونا فکر کنم یکیشون دلار بس فکر کنم چون قسم و قرآن میگه که نگو خارکسه شرارتی باشه با سر قدیر. گوش کن. بعد تو الهمو الان باید برم بیرون منطقه. آقایون من تو خیابون دین حواستون باشه یه سرقتی تو خیابونه دیگه. وانتد $10,000 برای زنده یا مرده کسکش آیسی. آقا این کلانتری بود. مثلا یه خیابون اونورتر بود آگاهی. آقا ما رسیدیم گفتم خارشو من گاییدم.
گرم شده این خونه. بذار من اینو در بیارم. وایسا در بیارم یا نه از در نیارم. آقا ما رسیدیم آگاهی دیدیم خارشو گاییدم، نه پلیسی دمه در وایساده، نه کسی، نه چیزی. فلانی بله در وا کن، در وا کرد. دیدیم ماجی ما تو عمرمون آگاهی نرفته بودیم، اصلا نمی‌دونیم آگاهی خارکسته چیه که. آقا ما رفتیم توی راهرو تاریک، حالا صدای جیغ یو خار مادرشو گاییدم. اینجا کجاست؟ بعد دیدم سرباز گفت چی کار کردی؟ خارکسته یه عله بچه تو آگاهی چی کار میکنه؟ گفتم آقای سرباز چی؟ گفتم اینجا چه کسبازی دارین؟ شکنجهگاه چه خبر اینجا؟ گفت خودت همه چی رو بگو. گفتم برادر من خارکسته چی رو بگم؟ ما یه 2 تا کسکش، یه ودکای نصفه رو 3 نفری یه لب کسکش زدیم، یه 2 تا فیلمو با یه دونه کسکش چیه خار مادر کسته اسمه، یه دوربین فیلم برداری، اینا هم که همه رو ما تحویل دادیم که اینجا کجاست ما رو آوردین. بذاریم من زنگ بزنم به وکیلم الکی. گفتم به زنگ بزنیم به پدر من خارکسته بیاد. اصلا الان گفتم لازم خواهیم جو شد. حالا اینجا رو گوش کن. ای من کیرم. ببین اون 2 تا مأمور نمیدونم زنده هستین یا نه، حیف که نمیخوام اسمتون رو بیارم چون پدر من تو ایرانه. من زن هر دوتون رو گاییدم. آقا اون 2 تا آگاهی چی؟ اگر پسرت تو این لایو داره منو نگاه میکنه، دارم به پسرت میگم مادرتو گاییدم که کسکش مادر جنده. تو رم نداشتی خار مادر ما رو گاییدی. من همین الان میگم خارکسته وحشت میکنم الان. حیف که اسمشون رو نمیخوام بگم، کسکشا بازنشست شدن احتمالاً. بگیرم عکس اینا رو بذارم به این فالوورای من بگم بزنین خار مادر اینا رو بگوین 10 میلیارد جایزه میدم. حالا گوش کن. دست ما با دست سرباز دستبند و ما جلو یه جای تاریک ما قدم زنان اومدیم. دستبند رو واکن، چشو ببندیم. آقایون به جان قدیر یه واب و دروغ نمیگم. چشو ببندین. چشو برای چی ببندین؟ چش چی شده؟ غارت من گاییدم. حالا ما 2 روز نه چی خوردیم نه کاری کردیم. آقا چش ما رو گرفتم با چشمم بستن. در یه اتاق وا شد، رفتم تو. حالا من یه بچه انقدر 60 کیلو وزن. آقا این مأموره مادر جنده یه دونه فتح پا زد. من اومدم اینجا با کمر خوردم زمین، شروع کرد مشت تو سر و کله. آقا من چند سال؟ 15 سال. این 2 تا رو هم گرفتن، بدبختا رو جدا کردم بردم تو یه اتاق دیگه. حالا چشم ما بسته بود دیگه. آجی فوش خار و مادر. ای کیر تو کس ننت. ای من بعدها من اینجوری میکردم من پسر قدیرم، من پدر من دهن شما رو میگه. توهم زده بودم، فکر میکردم قدیر چون مثلا رفیقای لاتولود داشت خیلی خفنه، مامورا هم میتونه بده. آقا کتک چپ و راست دیگه. یعنی من نیم ساعت فقط کتک. حالا کسکش یه سوال نمیکرد که ما براش تعریف بکنیم آقا کیرتون ناموست. بذار من به تو بگم خارکسته این داستان باند چی بود. ما همون اولین دزدی کسکش ما رو گرفتیم. فلانی چشم من بسته، فلانی ببرش چی؟ ببرش اتاق شوک. الکی خارکسته اتاق. من بچه بودم نمیدونستم که. ببرش اتاق شوک. آقا حالا ما لرز، تمام بدن داره میلرزه. یهو صدای این فامیلمون رو دیدم، اونم بغل منه. آقا ما 2 تایی حالا گریه. بعد یه پرنده، حاجی من نمیدونم چی بود، یه پرنده انقدری خب این پرنده جثه‌اش انقدری بود، یه گردن کسکش انقدر. من از زیر اینجوری این پرنده مادر جنده کله‌شو میدیدم. حاجی منم از پرنده مثل سگ میترسم. آقا دستگاه شوکو بیاریم. دستگاه شوک چیه حاجی؟ این چه مادر جنده بازیه؟ یعنی خدایا خواب باشه.
آقا همین که ما آماده دستگاه شوک بودیم یهو دیدم که پشت من برادر آتیش گرفت. مادر قهوه من نمیدونم با کابل تیره برق بود، با کابل کسکش پایین پرده بود. حاجی این که از این بالا می آورد پایین اینجوری صدا میخورد پشت من. بعد که میخورد پشت من این فامیل ما جیغ میکشید. گفتم من که چشم نمیدید که دستم 14 سال بچه حاجی، 14 سال تموم شد حاجی. یه 40 دقیقه یه ساعت کتک و گریه و زاری و اینا یهو اینجوری کرد بکنشون تو بازداشتگاه. ما رو که کردن تو بازداشتگاه کفش مفش در آوردن و کمربند و کفش و کسچه رو در آوردن و اینا. حاجی ما که رفتیم تو بازداشتگاه این چش ما رو که وا کرد یه دونه لگد کسکش زد پرت کرد ما رو وسط رو. چش وا کردیم تمام رفیقای غدیر تو نشستن. فلانی تو اینجا چیکار میکنی؟ من چک من برگشت خورد. خب تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم آره ما اینجوری دزدی و اینا. بعدا پشتم به یارو نشون دادم و اینا. آقا یارو ما انقدر گریه زاری میکردیم بچه بودیم دیگه، کافی بخوریم خارپوز وحشت کردیم. وایسا دقیقه هیچی. ساعت بود مثلا اوشه 4-5 بعد از ظهر. اسلامی بیا بیرون دوباره. چشو ببندم در بشین اینجا بشین. سلام علیکم. خب پدر سگ مادر قهوه دزدی میکنی آبروی مملکت رو میبری؟ گفتم عمو جان حالا من با گریه عمو پدر برادر دزدی چیه؟ ما یه دونه باند درست کرده بودیم. سابقه تو بگو. من حالا سابقه کسکش نداشتم که برگشتم بودم فلانی. گفت بله. گفتم من 2 بار 3 بار این جیب عموی منو زده بودم، بچه بود، جیب شوهرم منو زده بودم. آقا اینو گفتم یک دونه چک کسکش زد. ای زن تو من گاییدم. اگر زنده ای که ناموستو گاییدم، اگرم مرده ای که کیرم تو قبرت خار کسته. اسفامیلی مادر جنده 2 تا بودن، هر دورم میدونم نمیخوام بگم داستان میشه. تو مال همون شهر چالوس بود. آقا یه دونه چک این کسکش پدر به من زد. من این کف پای من و کمر من آجی تیر کشید. من مگه مسخره تو هم مادر قهوه؟ بودم آقا سابقه من به والله ندارم، به قرآن ندارم. من مدرسه میرم آخر هفته ها اینجوری میکنم اونجوری میکنم، این نیست اون نیست این نیست اون نیست. بندازش تو اتاق. دوباره چشو وا کردم ما رو انداختن تو اتاق. این رفیق قدیر یه رفیق داره یارو میلیونره تو ایران. این اون روز من نمیدونم برای چی تو آگاهی بود. این یعنی نمیدونم چکش برگشت. این پولداران بعضیمون کارهای کیری میکنن، چک میگشون برگشت میخوره فلان اینا. حالا نمیدونم چک این خارکوسه برگشت خورده بود و اینا. این تو هوای منو داشت. هیچی. آقا من بودم و این رفیقمون بود و 2 نفر دیگه بودن و یه دونه بچه خود کنم خرمشهر بود، 2 تا بچه تهران بودن. اونم دزدی کرده بودن ولی اونها بزرگ بودن، ما بچه بودیم. ولی کونمون رو بچه‌ها کسی دست نزد. میدونی چرا دیگه؟ اولا که ما 3 نفر بودیم. بعد از این بچهای 14-15 ساله آی مامانم بیاد اینجوری نبودیم. نه کونده پر رو. یعنی نه کونی اون وسط رد و بدل شد نه هیچی. بعد رفیق قدیر مثلا اون تو بود. خب بعد بازداشتگاه آگاهی تو رو میارن اونجا یه نیم ساعت هواخوری دوباره میری برای کتک اتاقای دیگه. فهمیدی چی شد؟ زندان نیست که کالیدور باشه و فلان اینا. هیچی. ما رو کردن تو اتاق و تو اتاق وایساده بودیم، تو اتاق نشسته بودیم و اینا. دیدم در وا شد. ساعت حالا 8:30 شب. دیدم یه یارو من که خودم قدم گوز بود اون موقع تا اینجا بود. این مثلا تا اینجای من آقای کسکشی که اصلا نمیخوام دوباره اسمشو بگم یهو اینجوری کرد آیسان اسلامی. من بودم منم بیا اینجا بینم. رفتم جلو. حالا وایسادم با ادب دارم صحبت میکنم. حاجی یه دونه فتح پا زد. رفتم رو هوا
اینجوری این کوبید روی این قفسه سینه، من اصلا پودر شدم کستانه رو زمین. گرفتی چی شد؟ پخش رو زمین اومد رو سر من. آقا کتک من به تو میگم، ما دل ما به رفیق قدیر خوش بود، این خارکستم شروع کرد گریه کردم با 60 سال سن. کسکش، ما تمام دلخوشی ما توی کونده خار بودی، تو چرا گریه میکنی؟ کسکش ما رو کتک زد. حالا من دیسی میخوام به شما بگم، من نه سیاسی بودم، بچه 15 ساله بودم، فلان بودم. حالا فکر کن اگه 1% من این سنم الان گفتم بیام ایران، حاجی مگه خر سنم گذاشته؟ خار مادر منو میگن اینا بگیرن. گرفتی چوری شد؟ اینا اون موقع مگه من اون کودک رو فراموش کنم؟ حالا وایسا اینجا رو وایسا. ما حالا توی شیشه بهش بگیم خدایا یه عموی خاله قدیر جان کجاست؟ قدیر جان یک روز قبل اینکه ما باند تشکیل بدیم رفته ترکیه دنبال کس، نمیدونم رفته چیکار کنه. یه عمو من دارم، اون خیلی پولداره، ما خیلی از این حساب میبریم، خیلی مثلا کلفت و فلان حرفا. ساعت شد 12 شب، آقا ما خوابیدیم و آروم چراغا رو خاموش کردن، ما خوابیدیم. دستشویی به قرآن مجید میگفتم آب میخوام، 3 تا سلول بود، این یه دونه آگاهی، یه دونه بازداشتگاه بزرگ بود، حالا الان نمیدونم، یه بازداشتگاه بزرگ بود، یه راهرو بود، سمت چپ اینجوری میرفتی تا 3 تا سلول بود. سلول اول دستشویی بود، 2 تا سلول دوم از اینا بود که فقط میتونی وایسی. مثلا بهشون بودم آقا من تشنمه، خارکسته برو اونجا آب بخور. خود نه تو من گاییدم، من اگه بچه 14 ساله که اولا دیگه مینیبوس پشت خار مادر یاد گرفتم، آخه خارکسته. بعدنم من دارم به شما میگم که کسکش، ما این داستان ما دیگه از بچگی جیبم زدیم، 5 سالگی رو تعریف کردیم، کتک دیگه چی میخوای کسکش؟ ساعت شد 12:30 شب، یک دفعه تو خواب بودیم، یکی کوبید تو در با پا، بیدار شید مادر قوا. خارتو من گاییدم. باز چرا؟ باز چی شده؟ دست رو دیوار. حاجی اینو امتحان بکنین، شاید فکر کنین الان آسونه. 12 شب 2 روزم تو بازداشتگاه، 1 روز بازداشتگاه، دستا رو دیوار اینجوری. حاجی تو فکر میکنی آسونه؟ 10 دقیقه دستتو نگه دار، 10 دقیقه خون میاد پایین، اصلا از کتف خارکسته میافتی. فهمیدی چوری شد؟ تا دست می اومد پایین یه دونه لگد دیگه میزد کسکش، دوباره دست بره بالا. این پسر بچه خرمشهر بود، اسمش رضا بود، این خیلی بچه باحالی بود، موقع مثلا فکر کنم 24-5 سالش بود. این دستش که پایین می اومد، این همون مامور کوتوله کسکش، من نمیدونم زنش بهش نمیداد مادر جنده یا زنش یکی دیگه میگایید تو خونه. این سر کار بود کسکش، ساعت 11 شب کسکش میرفت یه دور میزد، یه سیگار، یه چای، یه دونه دیگه میزد رو در، دوباره دست بالا. حاجی صبح شد، ساعت 7:30 صبح دیدم صدا میکنن اسلامی. گفتم ای مادرتون رو من گاییدم. حاجی من 2 تا دیگه هم کسکش بغل من، 2 تا دیگه منو فقط چرا کسکش میاری بیرون؟ اسلامی بیا بیرون. پابم بستن، دستم بستن، دستم ما اینجوری اومدیم بیرون. یه دفعه من دیدم حاجی عمو اونجا وایساده. گفتم وای خدا رو شکر. گفتم عمو جان نمیدونی چه بلایی سر من آوردن. یهو عموی من اینجوری کرد، عموی من بغل همون مردی که منو کتک میزدن اینجوری کت تنش بود، قشنگ یادم دستش اینجوری پشت. حالا من خوشحال با دستم پا من، عمو جان اومدیم بریم دیگه، باید بریم دیگه فلان اینا. دست راست گفت آیسان جان. گفتم جان عمو جان. گفت تو اسلامیا خانوم باز داشتیم، قمارباز داشتیم، زمین خار داشتیم. گفت تنها چیزی که نداشتیم دزد بود. گفت تو کلکسیون اسلامی ها رو کامل کردی، بگیرین کثافت رو ببرین تو. دهنتو من گاییدم، کجا ببرین تو؟ دوباره آقا با دستم بابن گرفتم ما رو بردن یه پرس دیگه کس درست کردم ما رو دوباره. تا شد فردا، خدایا این قدیر خارکسته چرا نمیاد؟ به قدیر پیغام دادن که آقا بیا این کسکش رو گرفتن. قدیر برگشت اومد. فردا شد
من دیدم یه سرباز بچه محل ما در اومد، آدم خوبی بود. من که رفتم برم دستشویی ساعتش 5-6 صبح بود، گفت امروز دادگاه داریم، میرین دادگاه، قاضی میبینه شما بچه شما رو ول میکنه. گفتم بابا دادگاه برای چی؟ آخه ما چیکار مگه کردیم؟ ما رفتیم تو خونه آقا، تمام سرقت ما 2 قلوب ودکا بود، کسکش نصفش هم توف کردیم، یک دوربین فیلم برداری انتوان بود که این کستنه هم پس دادیم دیگه. چی نه جان ما میخوام خارکستا، مادر ما رو گاییدن خارکستا، مگه ما خامنه ای نمیخواستیم تو رو؟ چیکار کردیم ما آخه؟ فردا شد ساعت 8 صبح، دستبند و پابند ببین چقدر خارکسته بودم. پیاده آجی ما رو گرفتن، پیاده تمام شهر ما رو میشناختن، پدر ما رو، خانواده ما رو، پیاده با دستبند پابند کسکشار ما رو گرفتن از آگاهی 3 مایل 4 مایل پیاده ما رو بردن تو دادگاه ما رو وسط حیاط، دستبند به صندلی چوبی بود، این صندلی که تو زمینه، دستبند به صندلی. حالا ما اینجوری نشستیم، این دستبند پشت ماست، اینجوری. حالا اصلا بیرون رو دیده بودیم انگار که دنیا رو به ما داده بودن. گرفتی چوری شو، 2-3 روز اون تو بودیم، کتک فقط. همینجوری که وایساده بودم، بعد دیدم قدیر اومد. گفتم بابا تو کجا بودی؟ دهن ما رو گاییدن بابا اینجا. چیکار کردن؟ من فکر کنم الان میفهمم قدیر گفت چیکار. قدیر می‌خواست بگه کون ما گذاشتن یا نه. گفت چیکار کردن؟ گفتم چیکار کردن؟ کتک زدن دیگه. چیکار کردن؟ گفت فقط کتک زدن. من الان فهمیدم گفت چی. منظور می‌خواست بگه کمونتون که نذاشتن. گفتم نه بابا کتک زدن. هیچ. تموم شد و نه عموجان با قاضی صحبت کرد. گفتم بابا عموجان اومد اونجا گفت این خارکسته امشی رو بگیریم ببرین دوباره ننه‌شو بگاین اون تو. چی کس شعر داری میگی فلان اینا. حالا ما اونجا نشستیم، قلب داره همینجوری میزنه که الان با میفرسته زندان دیگه. ولی زندان اگه میبردن ما رو میبردن بند نونهالان. 14 سال بودیم، زیر 16 میره بند نونهالان. بند نونهالان هم میدونه که قتلی هم میتونه اونجا باشه که 18 سالگی بشه. بعد آخه ما کار خاصی نکرده بودیم که، ما یه دوربین فیلم برداری دزدیدیم، تحویل کسکش دادیم. ولی چون شانس کیری ما این خارکسته مال سفارت اردن زنجنده بود، از تهران زنگ زدن اونم از این ور ما هم گو خوردیم، بودیم آقا ما باند زدیم عقرب دیگه. هیچ اینا نمیدونستن که آقا ما این باند رو همین خارکسته 2-3 ساعت پیش تشکیل دادیم که خواهر باند گاییده شد. فهمیدی؟ رفتیم جلوی قاضی و حالا اینجا مثل کس مرغ نشستیم و سلام میکنم. خب پسرم چی شده؟ گفتم قاضی شما چقدر مهربونی. گفت چرا؟ گفتم بابا اینا خیلی ما رو کتک زدن. چیزی نگو، از این حرفا نزن. این قاضیه داشت من میگم که خارکسته نگو کتک زدن. و اونجوری کرد، نگاهی کرد امضا زد. حالا قلب کسکش دیگه داره میاد تو شورت. یهو به سرباز گفتم آقای سرباز چی شد؟ گفت تبرئه شده. من فکر کردم تبرئه یعنی اعدام. تبرئه اسمی پای من سوس شد، افتادم دیگه رو زمین. سرکرده باند عقرب شاشید دیگه تو خودش دیگه. تبرئه بگم اعدام بدی. چون این کتکی که این خارکسته من زده بودم، من کاری نکرده بودم که اینجور کتک خوردم که بودم. خب از کیرکیری اعدامم دادن، تموم شده رفت. گفتم رفیقای من چی شدن؟ می‌خواستم ببینم فقط من اعدام نکنم. گفت اونا هم تبرئه شدن. گفتم پس هیچی، همه اعدام. آقا بعد دیدم قدیر بیرون، من گریه. قدیر چرا گریه میکنی؟ گفتم میگه باید اعدام بشی. اعدام چیه یا ابوالفضل؟ آقای سرباز گفت نه تبرئه شد. گفت آقا تبرئه یعنی کسکش آزاد. گفتم میدونم آزاد یعنی که دست منو وا بکنین خارکسته، من فقط بدوم تو این خیابون بدونم تموم شد. آقا دستو وا کرد تا اومدیم بریم. نه وایسا باید بریم آگاهی امضا کنیم. آقا من آگاهی بیار نیستم، حاضرم زندان برم، کسکش آگاهی دیگه نمیام. خار مادر آگاهی اون تور آگاهی رو گاییدم. این بود خاطره باند عقرب کسکش که من هنوز که هنوزه از ترس نمیتونم فراموش بکنم. آقا بچهای خوبی باشین، دنبال دزدی نریم. من رفتم، خداحافظ تا جلسه بعد.